با سلام و درود خدمت دوستان عزیز. موضوع کلیپ امروز ما جذب همسر و یا معشوق. دوستان عزیز، از طریق این طلسم میتونید همسرتون که قهر کرده یا از شما دور شده یا کاری که به طلاق کشیده، از طریق این طلسم میتونید همسرتون رو برگردونید. دوستان عزیز، هم معشوقی که کات کرده کلا رفته، میتونید از طریق این طلسم معشوقتون رو جذب کنید. دوستان، این طلسم موکل دار هست و از طریق موکلین انجام میشه. این طلسم حداقل با 15 موکل یهودی فعال میشه و غیر قابل باطل شدنه و تو هیچ سرکتابی مشخص نمیشه که شما این طلسم رو برای فلانی گرفتید. دوستان، این طلسم خیلی قدرتمند هست، طلسم یهودی، و هیچ کس نمیتونه این طلسم رو باطل کنه. دوستان، نوبش، همیاش، ایکل، خرواش، جیماش، قلوش، قالوش، قلیوش. اینجا می نویسید 12. دوستان، اعدادی که نوشته میشه اینجا هر کدوم یه اسمی داره، یه رمزی داره به زبان عبری. 147 978 23 451 92. اینجا می نویسی نون. 742 58 19 32 45 11 78 19. اینجا می نویسی ت. 428 312 97 45 33 78 431. اینجا می نویسی سین. 78 947 113 49 ب. 19 42 11 73. اینجا می نویسی ز. 79 78 75 77 ج. اینجا پایین می نویسی فلان بن فلانه. اینجا می نویسی فلانه بنت فلانه. صد و 31 97 22 19 47 56 32. نون لام میم سین د ه ج خ چ. دوستان، اینجا می نویسی توکلو
يا خدام هذه الطلسم العظيم بجلد فلان بن فلانة عاجلا قريبا الوحى العجل الساعة دوستان عزیز طلسم فوری هست، ماندگاریش 99 ساله و غیر قابل باطل شدنه و تو هیچ سرکتاب مشخص نمیشه که شما این طلسم رو برای فلانی انجام دادی. امتیازاتی که داره همین 99 ساله هست. امتیاز دوم غیر قابل باطل شدنه و تو هیچ سرکتابی مشخص نمیشه که شما برای این آقا یا این خانم طلسمی انجام دادی که برگرده. دوستان عزیز تا کلیپ‌های بعدی، خدا نگهدار.